برای فیت لنز اسکلرال ما به یک پلانژر احتیاج داریم که باش لنز رو بتونیم داخل چشممون فیت کنیم و حالا یه سرم شستشو و یا هر نوع قطره اشک مصنوعی با هر برندی هیچ فرقی نمیکنه. ولی خب قطره‌های اشک مصنوعی خیلی بهتر سرم شستشو عمل میکنن چون کمک میکنه که خشکی چشمتون هم روند درمانش رو پیش بگیره. اولین کاری که باید بکنید یه دونه آینه رو به صورت همینجوری که من میذارم افقی روی میزی که قرار پشت سرش لنزتون رو فیت کنید قرار بدین. پلانژرمون رو یا با سرم شستشو و یا با پد الکلی حتما ضد عفونی کنید. به هیچ عنوان توصیه نمیشه که آب شیر به پلانژر بزنید. بهترین گزینه همین چیزایی که بهتون گفتم. لنزمون رو روی همین پلانژر قرار میدیم. برای اینکه روش قرار گرفته بشه پلانژرمون یه مقدار فشار میدیم که یک حالت مکش ایجاد بشه و لنزمون رو روش قرار میدیم که نگرش داره. مقداری از این سرم شستشو رو داخلش میریزیم. سعی کنید پر بشه. یعنی بهترین حالتش اینه که لنزمون با سرم شستشو و یا با قطره اشک مصنوعی پر بشه. با یک انگشت پلک پایینمون رو میگیریم، با یک انگشت پلک بالا رو از زیر مژه و چشممون رو کامل باز میکنیم. به این صورت به سمت آینه خم میشیم. نکته‌ای که باید بهش توجه بشه به حفره داخل پلانژر تمرکز کنید. یعنی وقتی شما چشمتون رو گرفتین و سر به سمت پایینه، نقطه نگاهتون همین حفره داخل پلانژر باشه. حواستون باشه که به حفره داخل مرکز پلانژر نگاه کنید. مرکز نگاهتون همون باشه. لنز رو به چشممون میچسبونیم و همین که به چشممون چسبید پلانژر رو فشار میدین که لنز داخل چشممون قرار بگیره. این لنز رو رها کنه پلانژر. به همین سادگی. همونطور که مشاهده میکنید لنز کاملا توی چشم من قرار داره. هیچ دردی نداره، هیچ استرسی هم نداره. خیلی آسونه. نکته‌ای که باید بهش توجه کنید برای اینکه دید خیلی خوبی با لنز اسکلرال داشته باشین و چشمتون رو اذیت نکنه، با سرم شستشو و قطره اشک مصنوعی کاملا لنز رو پر کنید. یعنی اگه موقع فیت کردن اون مایع سرم شستشو یا قطره خالی شد دوباره پرش کنید بعد فیت کنید، اگر نه دید خوبی نخواهید داشت. امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه و به دوستانتون بفرستین.